اسلام دین کنجنشینی نیست، دین جانماز انداختن و سجاده انداختن و تسبیح 1000 دونه شمردن نیست، دین تو مسجد نشستن نیست. نماز که تمام شده، حلقه تعلیم هم که نیست، تو مسجد چه کار داری میکنی نشستید؟ دین ما دین پویاست، دین تلاشه، دین تحرکه، دین حرکته. ما از دو جهت عاشق دنیامون هستیم، ما دنیا پرست نیستیم، ولی از دو جهت ما دنیامون رو دوست داریم، بهش عشق می‌ورزیم. یک این که دنیا میدان آخرته، میدان اعمال صالحه، مزرعه آخرته، زمین کشته. اگه دنیا نباشه نماز هم نیست، روزه هم نیست، صدقه هم نیست، انفاق هم نیست، خدمت هم نیست، جهاد هم نیست،